سلام، شهابم. به اولین ویدیوی کانال من خوش اومدی. اینجا قراره بریم سراغ تمام وسایلی که برای ما دویدن رو راحت تر میکنه، مثل کفش، لباس، جوراب، ساعت و هر چیزی که به دویدن مرتبطه. و چه مهمتر از کفش، اگه اهل دویدن باشی میدونی که انتخاب کفش برای دویدن واقعا کار سختیه. حالا فارغ از این که نمیدونی از کدوم فروشگاه بخری، نمیدونی چه مدلی رو بخری، نمیدونی قیمت مناسب نیست، کلی داستان و ماجرا داری. حالا من توی این ویدیو میخوام 5 نکته خیلی ساده بهت بگم که شاید خیلی کمکت بکنه برای انتخاب اون کفش مناسبه. نکته اول، راحتی باید اولویت شماره 1 باشه. شما وقتی که کفش رو میپوشی توی فروشگاه یا حالا هر جا، وقتی که کفش رو میپوشی باید پات احساس راحتی بکنه داخل کفش، قشنگ از کناره ها، از جلوی کفش قشنگ راحت باشه. به این حرفا هم گوش ندید که بپوش حالا فضای کفش باز میشه بعداً به مرور جا باز میکنه. نه، اگر احساس کوچکترین فشاری روی انگشتای پات، رو خود کف پات دیدی، سریع کفش رو بذار کنار، مناسبت نیست. نکته دوم، نیم سایز بزرگتر باشه. زمانی که میدویی پا یه مقداری ورم میکنه، به خاطر همین مناسبه زمانی که کفشتو میخوای انتخاب بکنی سایز انتخابی نیم سایز بزرگتر از کفش شهریت باشه. یعنی از جلوی کفش مقداری فاصله باشه، نه خیلی کم نه خیلی زیاد، که این پا احساس راحتی بکنه درون کفش. نکته سوم، کجا میدویی؟ چه تمرینی میکنی؟ آسفالت میدویی؟ خاکی میدویی؟ تمرین چیه؟ ایزیه؟ سرعتیه؟ برای مسابقه است؟ داری برای چی تمرین میکنی؟ این نکته ها خیلی مهمه توی انتخاب کفش مناسب که بتونی نسبت به تمرین کفشتو انتخاب بکنی. نکته چهارم، به زیره کفش موقع خرید توجه بکن. کفش ها زیره های مختلفی دارن، زیره نرم، زیره سفت یا ترکیب از این دوتا. شرکت های تولید کننده لاین های جداگونه ای هستن برای تولید کفش ها دارن. یکی برای تمرین ایزیه، یکی برای تمرین مسابقه است، یکی برای تمرین اینترواله. زیره های این مدل ها اصلا با هم متفاوته. برای مثال الان کتونی مثلا نایک پگاسوس با هوکای کلیفتون اصلا زمین تا آسمون با هم فرق میکنه. پس موقع خرید حتما زیره رو توجه داشته باش که مناسب تمرینی باشه که میخوای انجام بدی. و اما نکته آخر، نکته پنجم، گرونترین همیشه بهترین نیست. دنبال تناسب کفش با پات باش تا اینکه بخوای مدل‌های مختلف یا برندهای مختلف رو اول مد نظر داشته باشی. یه کتونی 20 میلیونی شاید برای تو مناسب نباشه، ولی کتونی ساده تر با قیمت مناسب تر خیلی برای پای تو راحت تر باشه تو تمرینات. پس به این نکته توجه بکن، همیشه گرونترین برای تو بهترین نیست. اینم از 5 تا نکته مهم برای خرید کفش که میتونی ازشون استفاده بکنی تا انتخاب مناسب تری داشته باشی. توی ویدیوهای بعدی سعی میکنم بریم سراغ تفاوت مدل ها با هم دیگه، تفاوت برند ها و همچنین بررسی عمیق‌تری بکنیم. تجربه خودم هم براتون میگم از استفاده برندهای مختلف توی تمریناتم. کانال منو سابسکرایب کن. مرسی که منو دنبال میکنی.